درود دوستان، ویدیو چهارم مارکت استراکچر رو ادامهش رو از سر میگیریم و خب میریم برای یک مبحث دیگه. بریم برای مبحث سقف و کف‌های قوی و ضعیف. خب دیگه این رو هم قطعا قبلا دیدیم، ولی خب ما حتما باید این مسائل رو مرور کنیم. ببینیم یه سقف چه وقت قویه، یه سقف چه وقت ضعیفه. حالا فرض کنید روند کلی ما یک روند صعودیه. ببینین دوستان، کف قوی این خیلی مهمه. کف ها تشکیل میشن، سقف ها شکسته میشن در روند صعودی. ببینین این سقف رو در نظر بگیرین. حالا رسمشون یه مقداری وقت گیره، ولی خب اشکالی نداره. ببینین یک کف قوی وقتی تبدیل به یک کف قوی میشه، این کف وقتی تبدیل به یک کف قوی میشه که بتونه یک سقف رو بشکنه. یک کف وقتی تبدیل به یک کف قوی میشه که بتونه یک سقف رو بشکنه. کدوم سقف؟ آخرین سقف، آخرین قیمتی که قیمت در این موج، آخرین قیمت، بالاترین قیمت قبل از این نقطه رو کجا ساخته؟ اینجا بوده. ببینین یک موج صعودی داریم دیگه، یه روند صعودی داریم. خب مشکوکیم به این که آیا این کفی که تشکیل شده یک کف قوی هستش یا نه. میگردیم ببینیم قبل از این کف، قبل از این نقطه، بالاترین قیمتی که قیمت ثبت کرده در این موج کجا بوده؟ خب اینجا بوده. یعنی بالاترین چیزی که قبل از این داشتیم اینجا بوده، در این موج، نه آخرین سقف قبل از خودش. خب قیمت به سمت بالا میره اینجا. اگه تونست 3 پیپ یا بالاتر بسته بشه که هیچ، و خب میگیم تمام شد این شکست. BOS تشکیل شد، BOS تشکیل شد. حالا این تمام، این BOSش تشکیل شد. اگر تایید بشه که 3 پیپ یا بالاتر بسته شده، اگر نه طبق همون موارد باهاش رفتار میکنیم و ببینیم قیمت تونسته اونو بشکنه یا نه. طبق همون مواردی که در جلسه قبل 3 کندل 4 کندل رو بررسی میکنیم، میبینیم ببینیم بسته میشه یا نه. اگر تونست معنای بسته شدن و بریک آف استراکچر رو برای ما تکمیل کنه که خب میگیم این یک کف قویه. اگر نه میگیم این یک کف ضعیفه. خب ادامه میدیم. فرض کنیم نتونست. خیلی خوب، ایرادی نداره. به همین صورت تا اینجا اومد. پس دیگه این BOS نکرد، نتونست این رو بشکنه. حالا بیایم دیگه، این برای ما اهمیتی نداره، نتونست تبدیل به یک کف قوی بشه. حالا قیمت از اینجا برمیگرده، از این ناحیه برمیگرده. خیلی خوب، ببینین آیا شکسته، حالا من میگم اینو حذف کنم، آیا شکسته این سقف، بالاخره یه سقفی هستش دیگه، نه؟ آیا شکست این سقف باعث میشه این تبدیل به یک کف قوی بشه یا نه؟ شکست این سقف باعث شد که این نقطه برای ما تبدیل به کف قوی بشه یا نه؟ خب برگردیم به تعریف مفهوم. آخرین قیمت، بالاترین قیمتی که در این موج ساخته شده اینه. پس این نیست که اگه بشکنه بگیم حالا این یک کف قویه، نه، اینه یک روند صعودی بوده. حالا روند صعودی یعنی ساختن سقف و کفای بالاتر از هم، ولی گفتیم که این تعریف کتابی روند صعودیه، وگرنه تعریف دقیق روند صعودی ساختن کفهای قوی بالاتر از همه. خب کفهای قوی بالاتر از هم اگه بسازه دیگه ما میگیم تمام. منشأ، حالا اسم دیگهش منشأه که من خدمتتون عرض میکنم توی همین ادامه. پس این نمیتونه برای ما تبدیل به یک کف قوی بشه، چون این نقطه هستش. اگه اومد هر زمانی اون رو طبق همون مفهوم، طبق همون تعریف 3 پیپ بالاتر از این بسته شد، میگیم خیلی خوب، اوکی، این تونسته
بالاترین قیمت قبل از خودش در این موج رو که اینجا بوده، بالاترین نه آخرین، بالاترین نه آخرین، این بالاترین رو که زد تمام و تبدیل به کف قوی میشه. حالا پس دیدیم که اینها کفهای قوی هستن. این کف قویه، چرا؟ چون اون بالاترینه رو شکسته. این کف قویه، چرا؟ چون اون بالاترینه رو شکسته. این دیگه کف قوی نیست، نتونست اینو بشکنه، شکستش. پس شکستش باعث تغییر روند نمیشه. تمام. به این نقاط قوی، حالا شما برای روند نزولی هم برعکس در نظر بگیرید، به این نقاط قوی، حالا این رو من مجدد پاکش کنم، به این نقاط قوی که تشکیل میشن نقاط منشأ میگن. نقطه منشأ یعنی نقطه‌ای که قیمت به اون که رسید ممکنه واکنش بده، حالا این نه. نقطه‌ای که منشأ حرکت روندش بوده. یعنی چی؟ یعنی شما یک روند صعودی دارین دیگه. این منشأ شکست این بوده. در هر صورت شکست اینه که معنی ادامه روند صعودی رو میده. باید ما BOS های در جهت روند رو داشته باشیم که بگیم BOS صعودیه دیگه، روند صعودیه. پس این میشه منشأ روند صعودی و حرکتش. حالا مجدد این باید قیمت اینجا رو به سمت بالا رفته، اینجا یک منشأ برای آغاز حرکت شکست این بوده. ببینید این که منشأ نیست، اینم که منشأ نیست، این منشأ، یعنی اینجا هستش که قیمت دیگه بهش رسید، گفت که خیلی خوب کافیه، برگرد و به سمت بالا برو و اینجا بسته شده و اینجا برای ما تبدیل به منشأ شده. ببینید تا زمانی که یک منشأ شکسته نشه روند ما تغییر نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی شما اینجا درسته که این شکسته شده، اینجا درسته که این شکسته شده، ببینید اینجا درسته که این شکسته شده، اینجا هم درسته که این شکسته شده، ولی اینها به معنی تغییر روند نیستن. چرا؟ چون منشأ نیستن. نه این منشأ که اگه بشکنه روند تغییر میکنه، نه این میشکنه. حالا بیان یه مقداری پیچیده‌اش کنیم. پس گفتیم اگه الان قیمت بیاد اینجا و بشکنه، یعنی چی بشکنه؟ یعنی همون سپیب رعایت بشه براش، یعنی بیاد زیر این سپیب، زیر این بشکنه. خیلی خوب، میگیم که منشأ بوده و منشأ شکسته شده، این میشه تغییر روند. ولی حالا قبل از فرض کنید قبل از اینکه بره اینجا برگرده و بیاد اینجا بسته بشه. خیلی خوب، ببینیم دوستان آیا این تغییر روند اتفاق افتاده؟ خیر. چرا؟ چون این نقطه دیگه منشأ نبود، هنوز منشأ نبود، پس اشکالی نداره. قیمت حتی در این ناحیه هم باز هم صعودیه و ما خب یه دید صعودی بهش داریم. ممکنه اصلا این برای تست منشأ قبلی اومده باشه، یعنی برای تست این اومده باشه. حالا یه مسئله خدمتتون عرض میکنم. برای تغییر روند فقط آخرین منشأ رو نگاه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که ما 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا منشأ پشت سر هم حالا به شکلی تشکیل شده باشن، ما فقط آخرینشون برامون مهمه. ممکن این منشأ باشه، منشأ باشه، منشأ باشه. برای تغییر روند همین که آخرین منشأ بشکنه برای ما کافیه. اینم از مبحث سقف و کف‌های ضعیف و قوی و بحث منشأ که لازم بود خدمتتون عرض بشه. بحث تغییر روند یه مقداری پیچیده هستش. من در یک جلسه به صورت جداگانه خدمتتون عرض میکنم بحث تغییر روند رو.